سلام به رفقای نازنینم، امیدوارم که عالی باشید. بریم سریع بررسی کنیم یک سری از دسته‌بندی ها رو تو بازار ارز دیجیتال. چون دارید پست ها رو دنبال میکنین، تو کانال تلگرامیمون عضو هستید، ما صحبت میکنیم در مورد یک سری از مسائل و امکان داره به خاطر اینکه آشنا نیستید با اینها متوجه نشید که چه اتفاقی داره میفته، در مورد چی هستن داریم صحبت میکنیم. یه بررسی کنیم این دسته‌بندی ها رو تو این ویدیو و از اون سمت هم یک نگاهی کنیم. اگر من قراره مثلا رمز ارزمو بفروشم و توی مارکت نقد باشم اصطلاح، باید چی کار کنم؟ روش درست این که من بخوام حالا تتر نگه دارم چی هست؟ یک کمی در موردش صحبت کردیم تو ویدیوی کیف پول ها در اصل و اونجایی که صرافی ها رو بررسی میکردیم. ولی یه سری قوانین ریز داره که ما باید اینها رو بدونیم، رعایت کنیم تا ریسکمون کم بشه. بریم سراغ بزرگترین دسته‌بندی که وجود داره توی مارکت. اونم اینه که میشنوید یک سری از رمز ارزها کوین هستن، یک سری دیگه از رمز ارزها توکن هستن. خب چه فرقی میکنه؟ چرا به بعضی اینا میگن کوین، به بعضیاش میگن توکن؟ قبل از اینکه بریم بپردازیم به کوین و توکنه، میخوام یک مثالی براتون بزنم. فکر کنید یک زمین کشاورزی ما داریم و خب تو این زمین کشاورزی اون شخصی که مالک این زمین هست شروع میکنه به کار کردن دیگه. یک محصولی مثلا میکاره، گندم. خود مالک در از زمین شروع میکنه گندم کاشتن، ولی نصف زمین رو استفاده میکنه و محصول خودش رو میکاره. بقیه زمین رو میاد چی کار میکنه؟ بقیه زمین رو میاد اجاره میده. میگه خب شما کشاورزهایی هستید که زمین ندارید، نمیتونید کار کنید، بیایید رو زمین من بهتون اجاره میدم، هر چیزی هم خواستید بکارید، من کاری ندارم، من خودم گندم کاشتم. خواستی گندم بکار، خواستی مثلا جو بکار، خواستی درخت سیب بیا بکار، هر چیزی خواستی. یکی میاد جو میکاره، یکی دیگه کرایه کرده میاد سیب مثلا میکاره، برداشت میکنه. آره میدونم حالا سیب تا بخواد میوه بده 10 سال طول میکشه، اینا رو میدونم، مثال دقت کن، رها کن ذهنتو. یکی دیگه میاد چی میکاره؟ مثلا هویج میکاره. و خب اینا میان سر سال که میشه برداشت میکنن و استفاده میکنن و میرن، تموم شد. حالا اینجا چی داریم؟ گندم محصول کسیه که زمین کشاورزی هم برای خودشه، ولی اون شخصی که اینجا جو کاشته مالک زمین کشاورزی نیستش. اینو بخوایم بیاریم توی بازار ارز دیجیتال به چه صورتی میشه؟ به این قسمت گندمه میگیم کوین، این قسمت های جو و سیب و هویج و اینها میشن توکن. حالا بیایم بریم سراغ بحث تخصصیش، اسم تخصصیش در از تعریف تخصصیش. کوین به رمز ارزهایی میگن که بلاکچین انحصاری خودشونو دارن. ولی توکن چیه؟ توکن رمز ارزهایی هستن که از بلاکچین دیگه استفاده کردن، بلاکچین انحصاری و مختص به خودشونو ندارن. پس از هر رمز ارزی که میشنوید کوینه، بدونید که بلاکچین انحصاری خودشو داره. مثلا بیت کوین بلاکچین انحصاری خودشو داره، بلاکچین بیت کوینه. اتریوم، رمز ارز اتریوم بلاکچین انحصاری خودشو داره. یا مثلا ترون، باز بلاکچین انحصاری خودشو داره. توکن چیه؟ مثلا این به این بخوایم اگر مثالی بزنیم، مثلا تتر بلاکچین انحصاری خودشو نداره، داره بلاکچین های بقیه استفاده میکنه. حالا تتری که این بین وجود داره، استیبل کوین هم هست که حالا جلوتر توضیح میدیم استیبل کوین یعنی چی. تتر از خیلی از بلاکچین ها داره استفاده میکنه، یعنی فقط تتر روی بلاکچین اتریوم نیست، روی اتریوم هست، روی ترون هست، روی مثلا BNB هست، در همون بایننس اسمارت چینه. حالا این از کجا ببینیم؟ وارد سایت کوین مارکت کپ که بشید، ببینید میخواید یه مرجع، سایت کوین مارکت کپ تو بازار ارز دیجیتال یا کوینجکو فرقی نمیکنه، هر رمز ارزی میخوای یه دیتاهای ابتدایی در موردش به دست بیاری، میری تو این دوتا وبسایتی که الان بهت گفتم. اسم رمز ارزه که نوشته شده، اون بغلش یا زیرش یه جایی نوشته همون دور همون اسم رمز ارزا، یعنی سرچ کردی مثلا بیت کوین رو پیدا کردی، روش کلیک کردی، وارد
صفحه بیت کوین شدی، وارد صفحه اتریوم شدی، وارد صفحه دوج کوین شدی، بغلش نوشته توکنه یا کوینه، به راحتی میتونی متوجه بشی. حالا اینجا اینایی که دارن محصول خودشونو میکارن، تو آینده میتونه طرف بره زمین بخره دیگه. اینجا یه کشاورزی هست که اومده زمین از این بنده خدا مالکه اجاره کرده و داره محصولشو داره میکاره تو زمین اون. آیا میتونه در آینده بره یک زمینی خودش بخره؟ آره میتونه بره در آینده یک زمینی بخره. پس توی مارکت ارز دیجیتال هم میشه که یک رمز ارزی باشه، توکن باشه، بعد از یک مدتی بیاد تبدیل بشه به کوین. آپدیت میده، یعنی شرکتی که اون پروژه ران کرده و اون رمز ارزو داره آپدیت میده، متوجه میشن همه. و یک سری شرایط هم داره، یعنی مثلا میگه ما داریم آپدیت میکنیم، این اتفاق داره رخ میده، افرادی که توی کیف پولتون رمز ارز ما رو نگه داشتید بیایید مثلا این کارها رو کنید. اگه رمز ارز توی صرافی باشه معمولا کار خاصی لازم نیست انجام بده، خود صرافی کارا رو انجام میده. پس یه آپدیتی میده، توکن میشه کوین. خب چرا از اول بلاکچین خودشون رو نزدن اینها؟ یعنی توکنن، به صورت توکن ران کردن، نیومده طرف بلاکچین خودش رو بزنه. به خاطر بحث هزینه دوستان. ببینید این که من بخوام یک بلاکچین انحصاری داشته باشم هزینه میبره، تیم احتیاج داره، زمان بیشتری احتیاج داره که تیم متخصص من بیاد یک تایمی بذاره یک بلاکچین انحصاری برای من تولید کنه که دیگه اون رمز ارزی که میخوام ران کنم، اون پروژه‌ای که میخوام ران کنم ببرم روی بلاکچین خودم. خب میگن بیایم کارو شروع کنیم، کارا نندازیم عقب به خاطر این اتفاقه. ما پروژه‌مون رو شروع کنیم، اپمون رو شروع کنیم، کاری که میخوایم انجام بدیم رو شروع کنیم روی یک بلاکچین دیگه‌ای، بریم جلو. بعد رودمپ دارن اینا دیگه، پلن دارن، مثلا مرحله اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. توی مرحله چهارم میایم کوین میشیم، میایم بلاکچین انحصاری خودمون رو میزنیم. از اینجا به بعد لازمه یک سری از خدماتی ارائه بدیم که باید بلاکچین خودمون رو داشته باشیم. پس کارا را شروع میکنن، رسیدن به اینجا که مثلا حالا شاید 1 سال بعد باشه، 2 سال بعد باشه، بلاکچین خودشون رو میزنن، اون توکنه دیگه از اون موقع به بعد کوین میشه. حالا خیلی از این شت کوین هایی که تو مارکت وجود داره و ارزش ندارن، بگم 99.9% اصلا توکنن. کوین، تو کوین ها هم چیزهای به درد نخور داره، به درد بخوره که کاینه. رمز ارزهای به درد نخور داریم ما، ولی یه دونه از شناسایی که وجود داره و رمز ارزی که به درد نمیخوره اینه که توکنه. چون هزینه ای نداره من بخوام روی یک بلاکچین دیگه بیارم بالا پروژم و رمز ارزمو. $50 $100 تایم چقدر هست. یک ویدیو هست که ساختن در عرض 30 ثانیه، تو 30 ثانیه یه دونه رمز ارز ران میکنن. حالا میرسیم به اون دسته‌بندی بررسی میکنیم. پس الان با مفهوم کوین و توکن اینجا ما آشنا شدیم. خیلی مثال تمیزی هم براتون زدم دیگه، تو گوشه ذهنتون بمونه الی ابد. حالا بریم سراغ آلت کوین ها. ببینید توی مارکت ما بیت کوین رو داریم، اتریوم رو داریم و یک سری رمز ارز داریم الی آخر. خب بیت کوین پادشاه رمز ارزاست دیگه، به خاطر اون حجم مارکت کپ بالایی که داره. الان میگید مارکت کپ چیه؟ میشه ارزش کلی این پروژه. یعنی چی؟ یعنی بیت کوین تعداد کوین هایی که داره ما در نظر بگیریم 19 میلیون و خورده ای تا الان به وجود اومده، ضرب در تعداد کل کوین هایی که وجود داره و در حال گردشه توی مارکت، ضرب در قیمتش، میشه چی؟ میشه ارزش کلی در اصل اون پروژه، میشه مارکت کپ اون پروژه. تمام توکن هایی که توی مارکت وجود داره ضرب در قیمتش. حالا تقریبا این درصده بالا پایین میشه. 50% کل حجم پولی که تو بازار ارز دیجیتال هست برای بیت کوینه. یعنی وقتی که مثلا مارکت کلی ارز دیجیتال 1.5 تریلیون دلاره، 800 میلیارد دلارش مال بیت کوینه. پادشاه رمز ارزهاست. از همه زودتر به وجود اومده، سال 2009 در از خلق شده. بعد این قسمت حالا ما میخوایم صحبت کنیم در مورد بازار، در مورد مارکت. میان پادشاه ها میذارن کنار،
و بقیه رمزارزهایی که وجود داره، یعنی اتریوم تا آخر رو بهش میگن آلت کوین. هر وقت گفتیم آلت کوین ها مثلا این اتفاق براشون میفته، آلت کوین ها قراره رشد کنن، آلت کوین ها احتمالاً یک اصلاح قیمتی داشته باشن، ریزش داشته باشن، پس داریم در مورد کل مارکت ارز دیجیتال صحبت میکنیم بجز بیت کوین. وقتی هم که 50% در از حجم مارکت روی بیت کوین هست، خب مشخصه دیگه میخوام تحلیل انجام بدیم، میخوایم یه سری اتفاقات، میخوایم گردش پول رو بررسی کنیم، بیت کوین جداست، بقیه جدا. حالا باز اینجام دوباره میاد توش ریز میشه در مورد حالا گردش پول توی مارکت ارز دیجیتال، که پول به چه صورتی گردش میکنه توی این مارکت فرصت نمیشه الان صحبت کنیم، خودش اصلا یک مبحثی هست جداگونه، باید هولوش 1 ساعت صحبت کرد، اونم بعد از اینکه حرفه‌ای شدید به یک سطح خیلی بالایی از دانش رسیده باشید که اون موقع بتونیم وقتی داریم بررسیش میکنیم که گردش پول به این صورته، همه دوستان هیچ اشکال و مشکلی نداشته باشن توی فهمش. به خاطر این دیگه توی این مینی دوره بیت کوین در موردش نمیتونیم در از صحبت کنیم، نمیشه، فرصت نمیشه، کما اینکه از نظر زمانی هم خب این مینی دوره است دیگه، اسمش مشخصه. پس در مورد کل مارکت وقتی داریم صحبت میکنیم منهای بیت کوین میگیم آلت کوین. حالا میگی شت کوین ها چی ان توی این قسمت؟ بیاین یک لحظه بررسی کنیم، ریز بشیم توی مارکت ارز دیجیتال. افرادی که میگن که توی این مارکت یک سری تمام پروژه هاش به درد نمیخورن، پانزی ان، اصلا چی کار دارن میکنن، بیاین بریم روی اتریوم یه کوچولو زوم کنیم فقط. ببینید بلاکچین اتریوم، حالا رمزارز بومی خودشو داره اتریوم، همه میدونیم دیگه، اتریوم میاد یک سری خدمات رو ارائه میده. چه خدماتی ارائه میده؟ یکیشو صحبت کردیم، توکن ها رو صحبت کردیم. من اگه میخوام یک رمز ارزی ران کنم میتونم از بلاکچین های بقیه استفاده کنم. از بلاکچین بیت کوین آیا میاد کسی استفاده کنه؟ خیر، اصلا نمیتونه. از بلاکچین اتریوم میان استفاده میکنن. حالا این رمزارزهایی که ران میکنن چیه؟ چی کار میکنن؟ ببینید شما میتونید بیاید یک پروژه رو در اصل تعریف کنید. الان این همه اپ ما داریم میبینیم توی اپ استور هایی که میریم مثلا یه برنامه رو دانلود کنیم. خب اینا متمرکز هستن، ما یه سرور مشخصی دانلودش میکنیم، وقتی داریم باهاش هم کار میکنیم به یک سرور مشخصی وصل میشیم، پس متمرکزه. حالا فکر کنید همه این اپ ها قراره به صورت غیر متمرکز باشن، کجا باید ران بشن؟ کجا باید امنیتشون حفظ بشه؟ کجا باید مثلا پردازش انجام بشه برای اون اپ ها؟ روی بلاکچین اتریوم. پس میشه دی اپ در اصل. دی اپ ها روی بلاکچین اتریوم ران میشن. حالا اتریوم و الی آخر ها. پس یک سری خدمات داره این اتریوم میده به ما. هرچی تعداد اپ هایی که روش ران شدن بیشتر باشه، خب شبکه شلوغ‌تر میشه، شبکه معلومه که دارن ازش استفاده میکنن، افراد میان اونجا یک پروژه ران میکنن، بعد یک سری کاربر میان با اون پروژه ها کار میکنن. مثلا صرافی هایی که وجود داره، مثلا توی حوزه دیفای سیستمی که شما میرید، حالا میخوام یک توضیح ساده بدم در موردش، یک رمز ارزی رو میذارید اونجا و وام میگیرید. خب این میشه دیفای، میشه حوزه مالی غیر متمرکز. متمرکزش همین بانک ها موننده. هر کاری که ما با بانک انجام میدیم توی حوزه دیفای به صورت غیر متمرکز قراره انجامش بدیم. و 1000 تا کاربرد دیگه این در اصل بلاکچین اتریوم داره. بعدش یک بلاکچین دیگه هست، مثلا یک رمز ارز دیگه، مثلا پولکادات، یه سری کارهای دیگر انجام میده، برای یک سری خدمات دیگه مناسب هست. بازی هایی که ران میشن مثلا توی بحث حوزه فناوری بلاکچین، خب میان از این بلاکچین ها استفاده میکنن. مثلا کاردانا یک سری خدمات دیگه ارائه میده دیگه. الان فرصت نمیشه که روی اینها ریز بشیم، ولی پس اینها دارن یک ارزشی خلق میکنن. همه اینا رو گفتیم برسیم به این نقطه که یک سری رمز ارز هستن که حالا من به اینها میگم آلت کوین هایی که بنیادیشون قویه، یک ارزشی دارن خلق میکنن. رو اینها میشه سرمایه گذاری کرد، اینها رو باید شناسایی کنیم برای سرمایه گذاری. در کنارش چیه؟ در کنارش یک سری شت کوین هایی هستن که همون توکنن بیشترشون،
که اینا اصلا ارزشی خلق نمیکنن. طرف میاد همینطوری یک رمز ارزی درست میکنه تحت عنوان XYZ، میگه ازش هم کلا مثلا 1 میلیارد عدد موجوده. بعد حالا اینو من میام لیست میکنم تو صرافی‌های مختلف، در موردش سایت هم میزنه، توی لینکدین هم میاد مدیر پروژه تعریف میکنه. خیلی وقتا معلوم نیستش اصلا افرادی که روی این رمز ارز هستن کی، بعضی وقتا معلوم. سایت میزنه، لینکدین اکانت میسازه، توی اپ ایکس اکانت میسازه، الی آخر همه اونجا هم شروع میکنه تبلیغات کردن، شروع میکنه ممبر گرفتن. ولی این رمز ارزه اصلا کلا ارزش افزوده خلق نمیکنه، یا یه کار علمی تخیلی میخواد انجام بده، یا یه دروغ بزرگی پشتشه، یا اصلا هیچ کاری نمیکنه. اینها ارزش سرمایه گذاری ندارن. اینه که شما برید یک یه مثالی بزنم، یاد یک جوکی افتادم. خارجه به ایرانی میگفت چطوری اختلاس میکنید؟ برداشتش بردش تو بیابون، گفتش این زمینه رو میبینی؟ گفت آره. گفت این پالایشگاهه. گفت اینجا پالایشگاه نیست که. گفت چرا؟ این یه پالایشگاه انقدر میلیارد تومان هم براش هزینه شده. ما این مدلی اختلاس میکنیم، هیچ کاری اتفاق نیفتاده، یک پولی هم رفته خرج شده رفته. اینجا هم تو بازار ارز دیجیتال به همین صورته. یک رمز ارزی هست که هیچ کاری نمیکنه، فقط به واسطه این که اومدن روش تبلیغات کردن و زیادم میبینید توی اینستاگرام، توی تلگرام، توی تمام در اصل سوشال، که یک رمز ارزی، یه شت کوین یه دفعه میاد حجم تبلیغاتی زیاد میشه روش، بمباران تبلیغاتی میکنن، یه سری افرادم میان میرن میخرن چون دنبال اینن که یک شبه پولدار شن و اصلا هیچ کاری هم نمیکنه. و بعدش هم اینجوریه نمودارش میره بالا، اینجا همه میخرن، خیلی ها تو این اوج میخرن، بعدم میاد پایین و اینجا میمونه و هم اینجا حالا میافتن دنبال این که این بالاخره کی میره بالا. این هیچ وقت قرار نیست بره بالا. طرف اون بالا همه هرچی این توکن ها تولید کرده بود و فروخته، پولا رو برداشته رفته تو سواحل هاوایی داره اشغال میکنه. این شت کوینن، اینها ارزش افزوده خلق نمیکنن. حالا توی این شت کوین ها در از توکن هایی که ارزش افزوده خلق نمیکنن، ببین احتمال داره تو شت کوین هم باشه. یعنی فکر نکنید حالا من هی میگم توکن فکر کنید پس الان هر چیزی که بلاک چین خودشو نداره شت کوینه. نه، برعکسش وجود داره. یعنی امکان داره که طرف پروژه شت کوین چیز باشه، توکن باشه، ولی شت کوین نباشه، اصلا یه پروژه درستی باشه، یه تیم درست پشتشه داره پیش میره و بعدن هم خیلی پرقدرت رشد قیمتی سنگین میکنه. از اون سمت امکان داره یک پروژه ران شده باشه و حتی بلاک چین خودش رو داشته باشه، کوین باشه، ولی تحت عنوان شت کوین بتونیم ما اسم بذاریم روش، اصلا هیچ ارزشی خلق نکنه. فکر نکنید حالا بلاک چین انحصاری ساختن هم سخته. نه، سخت نیست. اینا همه اوپن سورسه، همه کدهاش وجود داره تو بستر اینترنت. یک برنامه نویس هم که یک کمی بلد باشه میتونه اون کدها رو برداره و برای پروژه خودش بلاک چین انحصاری خودش رو ران کنه. پس فکر نکنید که من میخوام شت کوین ها رو شناسایی کنم یا میخوام آلت کوین های بنیادی شناسایی کنم، دسته‌بندی کوین و توکن کمکم میکنه. نه، کمکت نمیکنه. حالا توی این شت کوین هایی که وجود داره، یک سری از رمزارزها خیلی معروف میشن و خیلی محبوب میشن، همه دیگه دوستشون دارن. مثل چی؟ مثل دوج کوین جزو ایناست. مثل شیبا جزو ایناست. حالا خیلی هم ناراحت میشن وقتی برمیگردی میگی اینا شت کوینن. مثلا پپه که معروف شد. دوباره جزو این شت کوین ها بخوایم بگیم بونک. اینها شت کوین هایی هستن که خیلی معروف و محبوب میشن. حالا به این دسته ای که خیلی دیگه طرفدار داره که بیای بگی این رمز ارز شت کوین میاد میگه نه نیست و پیرنشو چاک میده برات، به اینا میگن میم کوین. میم کوین هم مشخصه در کجا آوردن دیگه. این توی اینستاگرام دیدید مثلا یه ویدئویی خیلی باب میشه، همه جا دست به دست میچرخه، میگن میم، به اونا میگن میم. میم کوین هم حالا اومدن روی این رمز ارزهای اسم گذاشتن که خیلی محبوبن، خیلی طرفدار دارن، ولی اینا همشون شت کوینن. یعنی شما یک آلت کوین بنیادی قوی پیدا نمی‌کنی تو دسته میم کوین ها، وجود نداره. اصلا تو دسته بندیش صدق نمیکنه.
شت کوین هایی که خیلی محبوب هستن فقط میم کوینن. حتی تو سایت همون کوین مارکت کپی هم که اولی ویدیو گفتم میتونید برید دسته میم کوین ها رو نگاه کنید. حالا باز تو همین شت کوین ها میتونیم به دوج بگیم پادشاه شت کوین ها یا مثلا پادشاه میم کوین. تو این دسته‌بندی هایی که گفتم فقط به خاطر این بود که ذهنتون باز شه وقتی داریم در مورد یک مسئله صحبت میکنیم. وقتی میگیم آلت سیزنه یعنی چی؟ یعنی جایی هستیم توی مارکت که آلت کوین ها رشد هاشون خیلی بیشتر از بیت کوین میشه. یعنی اگر بیت کوین مثلا اومده توی یک بازه یک ماه 200% رشد کرده، آلت کوین ها توی اون بازه‌ای که وجود داره بالای 200% رشد میکنن. 300%، 400%، 500%. آلت کوین ها هستن که چند برابر میشن خیلی راحت و سریع. پس این دسته‌بندی ها کمک میکنه که ما یک سری از مفاهیم رو باهاش به راحتی آشنا بشیم و بتونیم کار کنیم. حالا میخوام در مورد استیبل کوین ها صحبت کنم. ببینید توی مارکت ارز دیجیتال دسته‌بندی های دیگه هم داریم. ما این ابتدایی ترین دسته‌بندی ها بود. گفتم حوزه دیفای، بعد حوزه متاورس، مثلا حوزه NFT ها، حوزه های مختلفن که خودشون رمزارزهای خودشونو دارن و کارهای مختلف خودشونو انجام میدن. حوزه داو مثلا. کاری با این حوزه ها نداریم؟ یک حوزه رو میخوام براتون باز کنم، استیبل کوین ها. چون این حوزه به کارت میاد، الان باید یادش بگیری و بدونی. استیبل کوین ها یعنی چی؟ یعنی کوین هایی که اینا پک شدن، فیکس شدن با یک دارایی دیگه قیمتشون. مثلا تتری که داریم میگیم USDT که نمادش هست، یا USDC در اصل، یا دای، اینا استیبل کوین هایی هستن. بازم وجود داره استیبل کوین هایی هستن که اینا با قیمت دلار در از پک شدن، فیکس شدن. یعنی هر یه دونه شون معادل $1. یه دونه تتر، یه دونه USDT میشه $1 قیمتش، USDC میشه $1، دای میشه $1. یه دونه دای معادل $1. حالا یه کوچولو قیمتش بالا پایین میشه. باز دوباره تو خود دسته استیبل کوین ها، استیبل کوین های مثلا تتر و USDC، اینها دارایی فیزیکی در اصل براشون به عنوان پشتوانه قرار گرفته. یعنی شرکت تتر اومده مثلا وقتی که 80 میلیارد دلار تتر چاپ کرده، اومده مثلا 20 میلیارد دلار فیزیکی دلار مثلا ذخیره کرده تو گاف صندوقاش. 40 میلیارد دلار مثلا تو یه بانک گذاشته، 10 میلیارد دیگه تو یه بانک دیگه گذاشته. اعداد بلوکه شدن. این کار انجام داده. بابت هر یک تتری که وارد مارکت میشه، اونور یه دونه دارایی معادلش دقیقاً فیکس گذاشته کنار. USDC هم به همین صورته. ولی دای فرق میکنه قضیهش. دای با توجه به پروژه میکر داو در اصل خیلی دیگه توضیحش طولانیه و اینم مثلا بعد روش بخوایم ریز شیم 1 ساعت صحبت داره که چطوری اومده اینو استیبل کوین رو ساخته ولی پشتوانش مثلا اتریومه و چند تا رمزارز دیگه. یعنی یک استیبل کوینی هست معادل $1 ولی پشتوانش الگوریتمی هن اینا دوستان. با توجه به یک الگوریتمی پشتوانش مثلا اتریوم و یک سری رمزارزهای دیگه هستن. حالا برای چی ما اومدیم به این در اصل بحث استیبل کوین ها پرداختیم؟ به خاطر اینکه تو مارکت شما یک جایی احتیاج داری که پول نقد ذخیره کنی، یا نمیخوای خرید کنی یا خریدی رفته قیمت بالا فروختی الان دارایی رو، نمیخوای خرید کنی که یه الان بهت میگم که یه بذار اینم برات باز کنم. قیمت دلار تو ایران سرکوب میشه دیگه، همه میدونیم اینو. یعنی مثلا ارزشش میرسه به 68,000 تومان آخر امسال، الان قیمت مثلا 50,000 تومانه و دوباره وارد سال بعد میشیم قیمت دلار 50,000 تومان میمونه ولی ارزشش میره بالا، چون اینور دارن چاپ پول انجام میدن، پولمون داره بی ارزش میشه. وقتی پولمون میاد مقایسه میشه با پول یک کشور دیگه، مشخصه که ارزش خودش از دست داده. ارزش دلار نمیره بالا، یعنی این نسبتی که داریم میبینیم هر سال دلار گرون میشه، در اصل ارزش دلار نرفته بالا. چرا؟ آمریکا هم یه سری کارا میکنه دلارش با ارزش منتر شه
ولی این درصدی که داریم میبینیم بیشترش مثلا اگر 60% قیمت دلار رفته بالا، 5% 10%ش مال کاریه که آمریکا کرده و باعث شده دلارش قدرتمندتر شه. 50%ش به خاطر کاریه که ما کردیم باعث شده ریالمون ضعیف‌تر بشه. خب این تناسبه میریزه به هم دیگه. یا مثلا میریم تو سال بعدش این میرسه 95,000 تومان ارزش دلاره، ولی میای قیمت دلار رو نگاه میکنی تو کف بازار تو فردوسی میبینی 50,000 تومانه هنوز، ولی ارزشش 95,000 تومان شده. خب تتر هم همین معادله دیگه، هر یه تتر هم $1 دیگه، حالا 500 تا تک تومان مثلا قیمت بالاتره معمولا. بازار ارز دیجیتال فرصت نداد، نمیده بهت که بخوای حالا بری بیت کوین بخری، الان تو جای مناسبی نیست. ولی دلار که تو جای مناسبیه برای اینکه من بخوام پولمو تبدیل کنم به دلار، چون این فنر قیمتیه تا یک جایی میمونه، هر چقدر اختلاف بیشتر بشه زودتر رها میشه میاد میشینه همون جایی که باید بشینه، رها میشه دیگه نمیاد اینجا. بخاطر این بری جهش های قیمتی رو تو قیمت دلار نگاه کنی این اتفاق افتاده. 3,000 تومان 3,000 تومان همینطوری 3,000 تومان مونده چند سال، یه دفعه رها میشه 10,000 تومان، میشه 11,000 تومان، بعد میشه 20,000 تومان، دوباره همینطوری میمونه 20 فلان اینا تا 30,000 تومان. اوکی یه مدت 30,000 تومان مونده، یه دفعه که رها میشه، در صورتی که اگه بخوایم خورد مقایسه کنیم مثلا بعد سالی به یک نسبتی این قیمت گرون بشه، نه بس یه دفعه رها بشه بیاد رو 60,000 تومان 2 برابر بشه. 2 برابره نتیجه اینه که چند سال این سرکوب داره میشه قیمت دلاره. حالا مارکت ارز دیجیتال الان بهت فرصت سرمایه گذاری نمیده، جای مناسبی نیست بخری، نمیخری بیت کوینو، میای ولی پولاتو تبدیل به تتر میکنی، مثلا میری تبدیل به استیبل کوین میکنی، چون میدونی امکان داره من بخوام 6 ماه دیگه 1 سال دیگه برم بیت کوین بخرم، اون موقع دیگه بیت کوین رو مجبورم با دلاری 100,000 تومان بخرم، پس الان فعلا دلارامو بخرم 50,000 تومان بذارم کنار، کمین کنم که خواستم بپرم تو مارکت بتونم شکار خوبی داشته باشم. اینجا جاییه که اون وقت مجبوری استیبل کوین داشته باشی. یا برعکسش هم وجود داره، شما خریدی اینجا خرید کردی قیمت رفته بالا، اینجاها نقد کردی دیگه، خب اینا رو نقد کردی تبدیل به استیبل کوین کردی تبدیل به تتر کردی، چه مدلی من بعد این تتر رو نگه دارم؟ چون بعدش دیگه مارکت داره میاد پایین، من قرار نیست فعلا خریدی انجام بدم، پس باید تتر رو نگه دارم دیگه، نمیتونم همه رو هی بیارم بریزم تو کارت آوربانکم، هی دوباره فردا میخوام برم وارد مارکت شم دوباره از حسابام خالی کنم ببرم تو بازار ارز دیجیتال، اصلا اون سمت نگه میدارم داراییو. بعد الان دیگه بخوای این جابجایی رو انجام بدی هر دفعه بعد یه درصد خوبی هم مالیات بدی. خب من بس باید استیبل کوین نگه دارم برای یک مدت طولانی در نظر بگیری. آیا بیام همشو برم تتر بخرم و نگه دارم؟ خیر، میای تقسیم میکنی 33%، 33%، 33% و به صورت مثلا 3 تا دسته‌بندی نگه میداره. شاید بعدا یه استیبل کوینی بیاد بالاتر اونم میاری جزو اینا 25% میکنی. مثلا BUSD بود تا چند وقت پیش توی صحبت هایی که میکردیم، ولی الان دیگه حذف شده چون خود بایننس هم دیگه گذاشتش کنار. پس حالا 33% میکنیم. چرا؟ الان میپرسید چرا؟ چون الان شرکت تتر داره میگه من 80 میلیارد دلار که چاپ کردم پشتوانه براش وجود دارد 80 میلیارد دلار، ولی اگر وجود نداشته باشد و حسابرسی بشه مشخص بشه این 40 میلیارد دلاره، فردا روز توی مارکت ارز دیجیتال قیمت یه دونه تتر دیگه $1 نمیمونه، میشه $0.5 و اون موقع یه دفعه سکته میکنی اگه همه پولات تتر باشه یا مثلا USDC باشه. ببین اینها حسابرسی هم میشوند ولی بعد این کارا رو انجام بدی، ریسک در اصل فعالیت تو مارکت رو بیاری پایین. نباید اطمینان 100% به هیچ کسی کنی، همونطوری که تو زندگیت اطمینان 100% به هیچ کسی نمی کنی. پس من ریسکمو بیارم پایین. اگر قراره برای مدت طولانی داخل کیف پولم استیبل کوین نگه دارم، این کار رو انجام میدم. شما هم همین کار رو انجام بدید. آره مجبورم یه کمی کارمزد بیشتر پرداخت کنم چون 3 قسمت دارم پول میفرستم توی کیف پولم، اشکال نداره این کار رو انجام بدید.
ولی دقت کن اگر مدت طولانی هست و مبلغش هم مبلغ زیادی، حالا اگه $100 $200 مثلا $400 نمیخواد به تیکش کنی یا همه رو تتر نگه دار یا همه رو مثلا USDC نگه دار. ولی اگر نه مبلغت حجمش میره بالا، خودت دیگه تشخیص میدی حجم بالا برات چه مقداریه، شروع میکنی تقسیم بندی میکنی. چون این اتفاقات تو مارکت افتاده که یک سری کارها و اتفاقاتی پیش بیاد، مثلا تتر بیاد یه مدت بشه معادل 90 سنت، یکی 2 روز 3 روز اصلا یه شایعه‌ای میاد بعد برطرف میشه درست میشه. یا برای USDC این اتفاق افتاد، یکی از بانک هایی که توش $3 میلیارد پشتوانه داشت ورشکست شد، سیلیکون ولی. چه اتفاقی افتاد در جا؟ همه گفتن اوه این ورشکست شد. شرکت تتر هم گفت آره ما اون تو بانک پول داشتیم که بلوکه شده بود، مثلا $3 میلیارد. قیمت USDC ریخت به هم یه دفعه. تا لحظه پیشش هر یه دونه USDC معادل $1 بود، تک شده بود با هم، قیمت اومد پایین. میتونی برید دقیقاً سرچ کنی که ببینی سیلیکون ولی کی ورشکست شده، اینو ببینی. یا اصلا چارت USDC رو باز کنی شادهاشو میبینی، اصلا اینجوریه. چند روز طول میکشه بیاد بشه معادل $1 تا مدیر عامل بیاد صحبت کنه، اطمینان بده به کل دنیا که نه اینطوری نیست، ما باز هم پول داریم جاهای دیگه، ما اصلا بیشتر از اون چیزی که انباش کردیم بلوکه کردیم مثلا USDC چاپ کردیم، بیشتر دارم، انباشت من بیشتره، من $10 میلیارد دارم، 8 میلیارد تو مارکت ریختم، من پوشش میدم اینو. و به خاطر اینکه سکته نکنی اون لحظه دور از جونت، مجبوری این کار رو انجام بدی روی درصدهای بالا. اینو بدون و رعایتش کن، کاری هم نداره. یه نکته دیگه هم در مورد استیبل کوین ها باقی میمونه، اونم بهتون بگم. اونم اینه که همیشه مثلا دلار نیست که پک میشه. میتونی بیای بری پکس گلد رو ببینی، پکس گلد رو بری نگاه کنی، معادل چیه؟ معادل 1 اونس جهانی طلا هست. یعنی یه دونه در از استیبل کوینی که وجود داره از پکس گلد، هر یه دونش معادل 1 اونس جهانیه. یعنی اگر قیمت اونس جهانی مثلا $2000، قیمت یه دونه کوین این هم توکن این هم $2000. اومده با دارایی طلا خودشو فیکس کرده، پشتوانه رمز ارز خودشو طلا قرار داده. پس این موضوع رو هم بدون. حالا میگه خب بریم اینو بخریم دیگه، بهتره دیگه. ببین اگر خواستی یک وقتی مثلا توی مارکت استیبل کوین نگه داری، میتونی اون موقع بیای بری اینو بخری. ولی اگه قرار طلا بخری و سرمایه گذاری رو طلا انجام بدی، نمیای بری اینو بخری، میری طلای فیزیکی میخری. من خودم طلای فیزیکی میخرم. میری طلای فیزیکی میخری، میری در از طلا آب شده میخری، میری شمش نقره میخری، میری نقره ساچمه‌ای میخری اگه میخواد نقره باشه، باز نمیری دنبال توکن نقره. مگر اینکه انقدری بخری که دیگه حس کنی نمیتونی ازش مراقبت کنی، سخته، خطرناکه، اون موقع آره میری سراغ این اگه خواستی. ولی مرحله اول میری فیزیکی میخری. چون الان اینجا برات مثال زدم چه اتفاقاتی امکان داره بیفته دیگه، اینجا هم امکان داره این اتفاق بیفته، فرقی نمیکنه. همیشه باید حواست جمع باشه، هوشیار باشی تو مارکت. این دیگه کلا نکاتی بود که لازم بود بدونید برای اینکه وقتی میخواید استیبل کوین نگه داری، دارایی تا نقد نگه داری، برای وقتی که با یک سری اصطلاحات آشنا بشی که وقتی در موردش صحبت میکنیم توی کانال تلگراممون، که اگر فالو نداری حتما فالو کن، چون اونجا خیلی با جزئیات بیشتری توی کانال صحبت میکنیم. پیشنهادات خرید و فروش هم داره تو کانال تلگرام، توی پیج اینستاگراممون هم باز میگیم پیشنهادات خرید و فروش. اونجا میخوایم یه سری محتواها بگیم با دیتای قوی تر، به راحتی متوجه میشی دیگه اگر این اصطلاحات ها بلد باشی. نظرتو برای من زیر همین ویدیو کامنت کن، حالا توی هر اپی که داری میبینی، و لایک هم فراموش نشه. دمت گرم، روز خوبی داشته باشی.